سلام، به دوره مقدماتی موشن گرافیک خوش اومدید. با جلسه دوم این آموزش در کانال یوتیوب روشنا در خدمتتون هستیم. حالا میخوایم با هم راجع به وارد کردن فایل‌های مختلف از نرم افزارهای مختلف مثل فتوشاپ یا ایلاستریتور به افتر افکتس داشته باشیم. اینجا چند نمونه من دارم. راه اول اینه که مثلا من همین ویدیو رو میتونم درگش بکنم و در قسمت پروژکت منیجر بندازم. راه حل دوم اینه که من میام در قسمت پروژکت منیجر دبل کلیک میکنم و فایلم رو انتخاب میکنم. راه حل سوم اینه که من میام راست کلیک میکنم، ایمپورت و قسمت فایل و انتخاب رو انجام میدم. راه حل چهارم که مهمتره و در قسمت قبل بهتون گفتم که کلید میانبر رو یاد بگیرین، از کلید میانبر کنترل آی میزنی و فایلتون رو انتخاب میکنی. خب اول من یه فایل فتوشاپ باز میکنم که یک سری نکات رو بهتون بگم. خب بذار از اول بازش بکنم. تصور کنی این فایل رو ترسیل ساز بهتون داده. اولین نکته‌ای که براتون مهمه بحث لایه بندیه و این فایل ها ببینید از نظر لایه بندی مشکل داره یا نه. باید بر اساس نیازتون لایه بندی کنید. لایه‌ای که به دردتون نمیخوره رو توی نرم افزار مادر حتما پاکش بکنید. مثلا من این الان تکست اینجا لازم ندارم و میام در این قسمت خب پاکش میکنم. یا مثلا این عکس رو لازم ندارین و میتونین به حذفش کنین یا مثلا چیزی اضافه بکنید در لایه های جدید. مثلا بک‌گراند میخواین داشته باشه یا نه. خب این نکته اول. خب حالا بریم توی نرم افزار ببینیم چی میشه. من دبل کلیک میکنم و میخوام فایل PSD رو ایمپورت کنم. وقتی یه فایل PSD یا ایلاستریتور رو ایمپورت میکنین، افتر افکت ازتون سوال میپرسه، میگه من شکل ایمپورتی که برای این فایل داشته باشم چه حالتی داشته باشه. 3 حالت داره: فوتیج، کامپوزیشن و کامپوزیشن ریتیل لایر سایز که من این 3 حالتش رو بدون توضیح میدم کامل یاد بگیرید. حالت اول فوتیج. 2 گزینه داریم: میج لایرز و چوز لایرز. میج لایر چیه؟ میگه من کل این فایلتون رو به حالت یک عکس در میارم. حالا اسم کامپوزیشن من میسازم. خب نگاه کنین اینجا شما کل اون فایلتون رو مثل یک عکس براتون وارد کرد و هیچ لایه شما دیگه اینجا ندارین. حالت دومش اینه که من میام فایل رو ایمپورتش میکنم و چوز لایرز انتخاب میکنم. چوز لایرز یعنی یک موقعی یک فایلی رو میخوای با یک لایه خاص از روی اون فایل، یعنی کل اون لایه های اون فایل رو لازم نداری، فقط یک لایهش رو لازم داری. میای اینو میزنی چوز لایرز و حالا اون لایه رو انتخاب میکنی. مثلا من کدومو مثلا یک وکتورش انتخاب میکنم و اوکی. میام میبینم اینجا که برای من اون وکتور رو آورده تنها. نگاه کنین اینش. خب این حالت. خب حالا دوباره من میام قسمت ایمپورت و فایلم رو ایمپورت میکنم چوز لایرز. خب 2 گزینه اینجا داریم. میگه که از همون پرسه که میگه لایر استایل رو مرج کنم توی فوتیج یا نه. خب این بر اساس نیازتونه، بعد کنترلش میکنی. قسمت بعدی فوتیج دیمینیشنه. برای اینکه گزینه رو برای اینکه گزینه رو قسمت بعدی فوتیج دیمینیشنه. برای این گزینه باید اول بدونید ترانسفورم باکس چیه. بذارید توی فتوشاپ بهتون میگم. خب این توی فتوشاپ و من اینجا یه شکلی دارم. به کادر
دور شکل من میگن ترانسفورم باکس که من میتونم بگیرم کوچیکش کنم بزرگش کنم بعد بچرخونمش. اینا همه اتفاق میفته. پس به این کادر دورمون میگن ترانسفورم باکس. حالا میریم توی افتر افکت، میگه فوتج دیمینیشن، میگه این ترانسفورم باکس من، این لایه که انتخاب کردی ترانسفورم باکسش اندازه خود لایه باشه یا اندازه داکیومنتی که توی فتوشاپ داشتی. خب بیشتر وقتها 99% اوقات ما باید لایر سایز انتخاب کنیم. حالا من اینو انتخاب میکنم اوکی و اینو بیارم اینجا. میبینین که الان ترانسفور باکس من اندازه خود لایه است. من میتونم کوچیکش کنم بزرگش کنم بچرخونمش. حالا دیگه میخوایم انتخاب بکنیم، دوباره میخوایم تفاوتش رو بهتون بگم. من اینجا میام داکیومنت سایز انتخاب میکنم، اوکی که میکنم میام اینجا و ببینین الان ترانسفور باکس من چقدر بزرگه اینجا، ولی خب کل لایم انقدره، ولی ترانسفور باکس من انقدر بزرگه و اینجا شما به مشکل میخوری. مثلا شما اگه دو تا داشته باشین، مثلا دو تا لایه اینجا داشته باشین، میبینید که این لایه کوچیکه من، الان من این لایه کوچیکمه، خب بعد میخوام وقتی روی صفحه انتخابش کنم نمیتونم. چرا؟ چون همش به ترانسفور باکس اون لایه پایینیم گیر میکنه اینجا. اوکی، پس 99% اوقات شما بعد اینو بزنین لایه. خب حالت دیگه کامپوزیشنه که این هم ادیتیبل لایر سایز داره و میج لایر استایل که با حرف که قبل از هیچ فرقی نمیکنه. تفاوتش اینجاست که ادیتیبل لایر سایز به شما امکان رو میده که لایر استایل هایی که توی فتوشاپ بهش دادین رو از توی افتر هم ادیت کنی. میج لایر میگه نه، من فقط میج میکنم، اگه میخواستی تغییر بدی همونجا توی فتوشاپ تغییرش میدادی و میآوردی یا میتونی به فتوشاپ تغییر بدی. خب حالا کامپوزیشن کلیک میکنیم ببینیم چی میشه. تفاوتی که اینجا برامون اتفاق افتاد این دفعه که من یه فایل PSD ندارم، یک کامپ واسه من ساخت و یک فولدری که تمام لایه‌های من داخلش هست. قابل کامپ ساخته شده دبل کلیک میکنم. این خیلی نکته مهمیه، دبل کلیک کنی ببینید کل فایل من با چیدمان درست قشنگ سر جاش قرار گرفته. نکته اصلی اینه که اگه میخواین لایه ها رو کپی کنین رو کامپ اصلیتون، می اینجا انتخابش رو میکنیم کنترل C و می اینجا کنترل V رو میزنین. حالا این یکم سایزش مشکل داره، من اینو درستش میکنم که ببینید. خب اینم از این. اصلی ترین و مهمترین موضوع اینه که هیچ وقت از این فایل ساخته شده نیاین درگش بکنیم. مثلا انتخاب میکنم و میام اینجا اینو درگ میکنم. چرا؟ چون تمام چیدمان فایل ها، تمام چیدمان فایل اگه ماسکی داشته باشه اینا همش به هم میرزه. میبینیم که الان اینا چیدمان ها قشنگ اشتباه شده و هیچ چیزی سر جاش نیستش. اینم از این. خب یک بذار من اینو کنترل زد بزنم. خب این نکته که اینجا وجود داره اینه که من الان مثلا این عکسی که میخوام انتخاب کردم نگاه کنین، ترانسفور باکسش اندازه داکیومنته. برای اینکه اتفاق نیفته و این اندازه خودش باشه میام حالت بعدی رو انتخاب میکنیم. اینا رو من پاک میکنم. خب اینم میام اینجا دبل کلیک میکنم، فایل رو باز میکنم و کامپوزیشن ریتیل لایر سایز میزنم اوکی و دبل کلیک میکنم. میبینم که الان هر فایلی که من انتخاب کنم ترانسفورم باکسش اندازه خود لایه است. اگه اینم کپی بکنم برام تو کامپ اصلیمون
حالا یکم سایزش دوباره اینجا کوچیک میکنم. اوکی. خب اینجا الان اینو من میخوام انتخاب کنم قشنگ اندازه است. بعد ایمیجم اینجا این ترانسفور باکسش اندازه است و این مسئله‌تونم حل میشه. اینم از درس ایمپورت کردن. امیدوارم که راضی بوده باشین. تا درس بعدی، خدا نگهدار.